با هم دیگه ببینیم چه جوری میتونیم از داخل این سایت جذاب بتونیم روزانه $3 درآمد داشته باشیم که همین الان $3 معادل 334,000 تومان هستش که بریم با هم ببینیم به این درآمد میتونیم داخل این سایت برسیم یا نه. سلام دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که دارم برات این ویدیو رو ضبط میکنم. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی پیشنهاد میکنم که سابسکرایب کنی، چون ضرر بزرگی داری به خودت میرسونی. ما روزانه درآمد دلاری رو با گوشی موبایل بهت آموزش میدیم، کاملا هم آنی میتونی برداشت بکنی، با اثبات برداشت بهت نشون میدم و کلی ترفندهای دیگه در زمینه کسب درآمد دلاری رو بهت میگم. میام سایت ها رو هم بررسی میکنم ببینم واقعیه یا نه. برای ثبت نام داخل این سایت جذاب فقط و فقط کافیه داخل کامنت ها بچه‌ها لینک اولو چک بکنی، بعد بیای و اینجا روی گزینه ساین اپ میزنی، در قسمت اول یه یوزر نیم وارد میکنی، در قسمت دوم که همونطور که داری میبینی ایمیل تو میزنی و در قسمت سوم هم پسورد و در قسمت چهارم همون پسورد رو تکرار میکنی. حتما تایید کنید که انسان هستید، این کپچا رو حل میکنی و روی گزینه ساین اپ کلیک میکنی. بریم داخل داشبورد سایت ببینیم سایت برای ما چی داره و من لینک این سایت داخل کامنت اول برات میذارم. داخل کانال تلگرام به اسم دلار رضا برات گذاشتم که درآمد دلاری با منو بتونی کاملا رایگان تجربه بکنی. همین اول کار بچه‌ها شما میتونی با حل کردن آفروال درآمد داشته باشی که حالا این بخشاش بچه‌ها یکم چرت و پرت هم هستش. این درآمدایی که اینجا نوشته رو زیاد جدی نگیرید. راست و حسینی میخوام بهت بگم چجوری میتونی درآمدزایی بکنی و از همه مهمتر میخوام بخشایی که واقعا درآمد دارن رو بهت بگم. اولین بخشی که اصلا نباید سمتش بری بخش گیم هستش که پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان اصلا از این بخش دوری بکنید، چون بخشی هستش که ساخته شده تا شما اون پولایی که اون بالا به دست میاری به زحمت به دست میاری رو در عرض فقط و فقط چند ثانیه بگه پر همینجوری واقعا پولتو میخوره و از دست میدی. توی این سایت بازی کردن خودش جرم بزرگه واقعا، چون واقعا پولتو از دست میدی. اما اگه صفحه داشبورد سایت بخش فاست رو بیان پایینتر، شما هر یک ساعت یک بار میتونی کلیک بکنی و تا مقداری BNB دریافت بکنی که هر 60 دقیقه یا همون یک ساعت میتونی بیای و کلیک بکنی و درآمدزاییت رو حالا افزایش بدی. اما یه نکته‌ای که داره بچه‌ها، هر چقدر شما بتونید که سابقه خودتون رو، چون این سایت حداقل 1-2 سال هستش، 2 سال بچه‌ها این سایت هستش که اگر 2 سال پیش من بهتون میگفتم که خب کانال میزدم و بهتون میگفتم تا الان به مثبت $10-20 در روز میرسیدی با این سایت. اما اگر روی گزینه ویدراو کلیک بکنی شما در بخش اول آدرس BNB، در بخش دوم مقداری که میخوای برداشت بکنی و در بخش آخر هم کپچا رو حل میکنی و مینیمم برداشت حالت رو همون بالا برات نوشته که چه مقدار BNB هستش و میتونی برداشت بکنی. کاملا آنی به حسابت واریز میشه بدون حتی 1 دقیقه تاخیر، میتونی کاملا رایگان داخل صرافی ایرانی نقدش بکنی. اما اگر روی گزینه افیلیت کلیک بکنیم میتونیم مستقیم زیر مجموعه گیری خودمون رو داشته باشیم و تا 50% از طریق زیر مجموعه درآمد داشته باشی. پیشنهادی که میتونم بهت بکنم اینه که بچا دقت داشته باشید. شما میتونید داخل گوگل سرچ بکنی ایمیل فیک، یک سایتایی برات میاد که حداقل روزی 50 تا 100 تا ایمیل فیک بهتون میدن. داخل این سایت ثبت نام میکنی با ایمیل های فیک، هر یک ساعت یک بار میای کلیک میکنی، هم از طریق اونها درآمد داری و هم از طریق این قسمت که به حساب اصلیتون و چون زیر مجموعه های حساب اصلیتون هستید به درآمد حالا حساب اصلیتون هم اکانت اصلیتون هم درآمدزایی میشه دیگه. بگیرید دیگه چی دارم میگم. اینجوری میتونی چیکار بکنی؟ یه چرخه درآمد دلاری خیلی خوب استارت بزنی فقط با استفاده از این یک سایت که میتونی اون حالا ایمیل های فیک تو نگه داری و از سایت هایی که به دیروز و پیروز معرفی کردم استفاده کنی. دیروز ویدیو نداشتیم اما امروز اومدم با یه ویدیو فوق العاده خفن که اگه میخوای ترفندهای بیشتر این سایت رو ببینی حتما کانال تلگرام رو چک بکن. صدام هم گرفت چون واقعا از صبح بچا دارم ویدیو ضبط میکنم و دیگه واقعا خسته شدم. خیلی دوستتون دارم. اگه میخوای از من حمایتی کرده باشی ویدیو رو لایک کن، کامنت قلب برام بذار که من انرژی بگیرم و تا 1 ساعت اولی ویدیو هر چی کامنت بذاری جواب میدم. این از کانال تلگرام به اسم دلار رضا که داخل توضیحات ویدیو برات گذاشتم. خیلی دوستت دارم. فعلا